این روزها مجسمه به زانو در آمدن والریان امپراتور روم در برابر پادشاه ایران تو فضای حقیقی و مجازی کشور مشاهده میشه که بیانگر غرور ملی ایرانیانه. اما بد نیست این وسط نگاهی به اظهارات رضاشاه پهلوی کنیم. وقتی رضاشاه هنگام افتتاح کاخ شهربانی چشمش به سرستون‌های کاخ افتاد که شبیه سر گاو بودند، از نخست وزیر پرسید منصور این گاو رو برای چی اینجا گذاشتن؟ منصور پاسخ داد این سرستون‌های گاو مانند نمونه ای از آثار باستانی ایرانه. رضاشاه خنده‌ای کرد و گفت مگه این همه گاو پشت میز شهربانی کافی نبود؟ میزان علاقه به تاریخ و تمدن و آثار باستانی ایرانی تو پهلوی‌ها موج میزد، به طوری که بسیاری از اشیای عتیقه ایران طی کاوش‌های غربیان در عصر پهلوی از کشور خارج شد و بعدها در موزه‌های غربی پیدا شد.